السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن واقعه بزرگی که بر سر قوم هود علیه السلام گذشت، مؤمنان واقعه را دیدند. آن عذابی که بر سر کسانی مسلمان نشده بودند، مؤمنان دیدند، عبرت آموختند. هود علیه السلام بعد از چند سال وفات کرد و او را در حضرموت دفن کردند. مؤمنان از جایی که عذاب نازل شده بود سفر کردند به سوی منطقه حجر. منطقه حجر در سعودی است و از مدینه منوره 215 کیلومتر دور است. در منطقه حجر زندگی می کردند. الله متعال برایشان نعمتهای زیادی را عطا کرد. باغها داشتند، زمینهای کشت و کار داشتند، حیاتی خوب را زندگی میکردند. و بعد از گذشتن سالها، وقتی که نسلهای نو آمد، نسلهای نو باز به الله شرک کردند و آن روزها را فراموش کردند. الله متعال برای اصلاحشان پیغمبری را از بینشان فرستاد. این پیغمبر صالح علیه السلام است. صالح علیه السلام هم عرب است. یعنی چطوری که گفتم، ملت ها بعد از نوح علیه السلام پیدا شدند. یکمین پیغمبری که عرب بود هود علیه السلام بود و دومین پیغمبر عرب صالح است. پیش از این پیغمبرانی که بودند با زبان سریانی سخن میکردند. بعد از نوح علیه السلام ملت ها زبان ها پیدا شدند. صالح علیه السلام، صالح پسر عبید، پسر ایصاف، پسر ماشح، پسر عبید، پسر حاضر، پسر ثمود، پسر عاد، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح علیه السلام است. صالح علیه السلام نبیره ثمود بود و قوم صالح علیه السلام را ثمود می نامیدند، یعنی به نام بابایشان. الله متعال می فرماید ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. براستی اصحاب حجر یعنی قوم صالح پیامبرشان را اطاعت نکردند. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به یاد آورید هنگامی که شما را پس از قوم عاد یعنی پس از قوم هود علیه السلام جانشین آنان قرار دادیم و در زمین زندگی میکردید، در دشتهای آن قصرها بنا میکردید و در کوهها خانه‌هایی میتراشیدید. پس نعمتهای خدا را به یاد آورید و در زمین فساد و تباهی نکنید. و اینقدر نعمتهایی که الله متعال به آنها عطا کرد، آنها گمراه شدند، مشرک شدند و گذشته را فراموش کردند. صالح علیه السلام از عائله بسیار خوب بود و بسیار مردی حکیم بود. قومش از او مصلحت و مشورت می گرفتند و می خواستند او را راهبر خود اختیار کنند. وقتی صالح علیه السلام آنها را به یکتاپرستی دعوت کرد، قومش گفتند ما می خواستیم تو را راهبر خود اختیار کنیم، ولی تو باز همون سخنها را می گویی، یعنی باز ما را به یکتاپرستی دعوت می کنی. صالح علیه السلام گفت الله را عبادت کنید، نعمتهایش را فراموش نکنید. آیا قوم هود را فراموش کردید؟
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. قوم سمود یعنی همون قوم صالح علیه السلام هشدار دهندگان را اطاعت نکردند، یعنی پیامبر را اطاعت نکردند و گفتند آیا یک انسانی از بین خودمان را پیروی کنیم؟ اگر اطاعت کنیم آنگاه ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود. آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده است؟ او دروغگوی خودپسند است. گفتند ای صالح تو جادوگر هستی. و به کسانی که به صالح علیه السلام ایمان آوردند گفتند آیا شما به صالح ایمان آورده اید؟ مؤمنان گفتند بله. گفتند پس به آنچه شما ایمان آورده اید ما کافر هستیم. اما صالح علیه السلام آنها را دعوت میکرد تا درجه‌ای که صالح علیه السلام را میراندند از مجلس ها، از جاهایی که آنها نشسته بودند و صالح نزدیک میشد او را از اونجا دور میکردند و میگفتند نمیخواهیم تو را و کسانی که به تو ایمان آوردند ببینیم. هر وقت تو را میبینیم یک بلایی بر سر ما میآید. وقت صالح علیه السلام این نفرت را دید فرمود قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صالح علیه السلام گفت ای قوم من به من خبر دهید اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و خداوند از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد آیا شما قبول ندارید؟ قومش گفتند تو مثل ما انسانی، اگر تو راست میگویی یک معجزه بیاور بلکه آن معجزه را ما میگوییم چطوری باشد. در نزدشان یک سنگ بزرگی بود. گفتند میخواهیم از همین سنگ شتری براید و خندیدن، مسخره کردن. یکی دیگری گفت شتر باید در شکمش بار داشته باشد، نه حامله باشد، بچه داشته باشد. دیگری گفت رنگش سرخ باشد. دیگری گفت پشمدار باشد. دیگری گفت بسیار بزرگ باشد تا درجه‌ای که یک روز ما آب بنوشیم از چاه و یک روز دیگر آن. همه این سخنها را صالح علیه السلام گوش کرد. آنها میخندیدند، مسخره میکردند و فکر میکردند این خیلی مشکل است، نه یک معجزه میخواهند که الله متعال قادر نیست و مشکل است. صالح علیه السلام سخنهای آنها را گوش کرد و فرمود اگر این معجزه را بیاورم، یعنی به خواست الله این معجزه شود، آیا شما ایمان می آورید؟ گفتند بله ایمان می آوریم. صالح علیه السلام گفت پس همه مردم را جمع کنید در اینجا. وقتی همه مردم جمع شدند صالح علیه السلام پروردگارش را دعا کرد. زمین در لرزه در آمد، سنگ کفید، از درونش شتر برآمد با همه صفاتی که گفته بودند. شتر بسیار بزرگ بود. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل
تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. ای قوم من، این ماده شتر از جانب الله برای شما نشانه است، پس بگذاریدش در زمین خدا بچرد و هیچ آزاری به او نرسانید که آنگاه عذاب نزدیک شما را فرا گیرد. و صالح علیه السلام شرط ها را گذاشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم. صالح علیه السلام گفت این ماده شتری است که برای او روزی آب نوشیدن است و برای شما نیز نوبت روزی معین. یک روز شما آب میگیرید و یک روز ماده شتر آب می نوشد. الله متعال با آنها این ماده شتر را فرستاده بود تا اینکه شکرگزار و شخصی که ناشکر است از همدیگر جدا شود، یعنی معلوم شود که کی شکرگزار است و کی شکر نمی کند. این یک معجزه بود در بین قوم صالح علیه السلام. هر روز او را می دیدند. مردم دو تقسیم شدند، یک گروه اندکی ایمان آوردند و دیگران به همان گمراهی ماندند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. و به قوم ثمود، یعنی به قوم صالح علیه السلام، ماده شتری که معجزه روشنگری بود دادیم، پس آنها با آن ستم کردند. ماده شتر را هر روز می جوشیدند. وقتی که آب می نوشید ماده شتر را می جوشیدند. بسیار بزرگ بود، شیرش هم بسیار بود، به همه قوم صالح علیه السلام می رسید. بعد از ماه‌ها ماده شتر هم تولد کرد. اکنون 2 تا شتر شد و سالهای زیادی گذشت. بزرگان قوم مسلمان نشده بودند جمع شدند و گفتند اگر این 2 شتر در بین ما ماند، یعنی مردم از صالح پیروی میکنند، باید چاره بینیم. و از بین خود شخصی را اختیار کردند، یک شخصی که از همه گناهگارترین بود. قدار پسر سالیف، پسر جدع، با قدار مصلحت کردند. تو را یاری میکنیم، شتر را از بین ببر. قدار راضی شد و 8 رفیق دیگر خود را با خود گرفت. اکنون 9 نفر از قوم صالح علیه السلام جمع شدند، از همه گناهگارترین، از همه شخصانی که جرأت کردند به این کار دست بزنند و میخواستند شتر را بکشند. آنها به مردمی که ایمان نآورده بودند گفتند ما شتر را میکشیم، ولی در این کار شما هم شریک هستید، ما را تنها نمیگذارید. آنها راضی شدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان فی المدینة 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. و در آن شهر، در منطقه حجر، 9 نفری بودند که در زمین فساد میکردند و اصلاح نمی کردند. این 9 نفر ماده شتر را انتظار بودند. ماده شتر هر روز وقتی بیگاه می شد، شتری خورد و مادرش بر می گشتند و به سنگ می در آمدند. سحر می شد باز از سنگ می بر آمدند و این 9 نفر در پایان همون سنگ شتر، یعنی شترها را انتظار شدند. وقتی که برآمد حمله کردند، اما ترسیدند. او بسیار بزرگ بود، شتر بسیار بزرگ بود. قدار شخص بسیار با قوت بود. وقتی دید که اینها ترسیدند نگریخت، خندید و خودش نزدیک شد و ماده شتر را با شمشیرش در پایش زد و پایش را شکست.
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. پس آنها یاری خود را صدا زدند، آنگاه آمد و ماده شتر را زد و پایش را شکست. و باقی این 8 نفر آمدند و ماده شتر را کشتند. شتر خردی را از هر طرف یعنی جمع شدند، بند کردند و او را و ماده شتر خرد 3 مراتبه آواز برآورد و او را هم کشتند. همه آنها جمع شدند و گوشت ماده شتر را بین یکدیگر تقسیم میکردند. یعنی همه آنها که ایمان نداشتند در این گناه شریک شدند. مردمی که ایمان نداشتند آنها آمدند و از گوشت شتر به خود حقی گرفتند. وقتی به صالح علیه السلام این خبر رسید، زود به نزد کوه رفت. دید که شتر کشته است و گوشتش را تقسیم دارند. صالح علیه السلام با آنها گفت فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. پس آنها ماده شتر را کشتند. آنگاه صالح علیه السلام با آنها گفت 3 روز در خانه هایتان بهره‌مند شوید. یعنی 3 روز از گوشت استفاده برید، لذت برید و بعد از آن عذابی خواهد آمد. این وعده ای است که دروغ نخواهد بود. وقتی صالح علیه السلام از نزد آنها رفت، مردم جمع شدند و گفتند ما باید چی کار کنیم؟ این با ما 3 روز وقت داده است. 3 روز سخنش درست شاید درست باشد، 3 روز میگوید، 1 سال و 2 سال و 1 ماه نمیگوید. اگر درست برایت چی باید کنیم؟ پس کسی از آنها گفت صالح و اهلش را باید بکشیم. آن 9 نفر که شتر را کشته بودند به نزد خانه صالح علیه السلام رفتند تا که صالح علیه السلام و اهلش را بکشند. خانه صالح علیه السلام در نزدیکی کوه بود. وقتی این 9 نفر نزدیک خانه صالح علیه السلام شدند، زمین در لرزه در آمد و سنگ ها از کوه افتیدند و این 9 نفر هلاک شدند. یعنی اول عذاب به این 9 نفر نازل شد، 9 نفری که شتر را کشتند. صالح علیه السلام با اهلش و مؤمنان از منطقه حجر برآمدند. اکنون صالح علیه السلام فهمید که عذاب اکنون شروع می شود. 9 نفری که شتر را کشتند هلاک شدند. باید که مسلمانان و صالح علیه السلام منطقه حجر را ترک کنند، برای اینکه وقتی عذاب می آید عذاب سخت است. اکنون مردم دیدند که عذاب به این 9 نفر نازل شده است و فردا 1 روز عذاب است، یعنی 1 روز شروع می شود. وقتی مردم سحر از خواب برخاستند، رویهایشان زرد بود. یعنی به دیگر نگاه میکردند، رویها زرد شدند. این 1 روز بود و همه آنها فهمیدند که این علامت های عذاب است. همه در گریه و زاره در آمدند. روز دوم سحر برخاستند، رویهایشان سرخ شده بود. رویهای همه کسانی که ایمان نداشتند رویهایشان سرخ شده بود. روز سوم سحر برخاستند، رویهایشان سیاه شده بود. وقتی روی آدم سیاه می شود دیگر در روی آدم هیچ نوری نیست، بدبخت است. همه گریه می کردند، زاره و تولا می کردند. همه به خود قبر می کندند، می گفتند خلاص شد. فهمیدند که دیگر
هیچ چیزی آنها را از عذاب الله نجات نمیدهد. عذاب نازل شد. یک عذاب نبود مثل دیگر قوم ها، چند عذاب بود، برای اینکه شرط ها گذاشته بودند و همه شرط هاشون شد و باز ایمان نیاوردند. یکمین عذاب زمین لرزه آمد، همه افتیدند و نتوانستند از جایهاشون برخیزند. دوم عذاب بر آنها برق نازل شد، یعنی رعد و برق. آنها از حرکت ماندند. وقتی که در آسمان رعد و برق می شود، چطور که تندور چراغک می گوییم، سخت بود، آدم‌ها از حرکت ماندند. و سومین عذاب که آنها را نیست و نابود کرد، آوازی بلند بود. این آواز جسم آدم را پاره پاره میکرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بیگمان ما بر آنها آواز دهشتناکی را روان کردیم که آنها را پاره پاره کرد و جسدهای آنها را به هر طرف پراکنده کرد. همینطور صالح علیه السلام و مؤمنان نجات یافتند و از قوم ثمود، از قوم صالح علیه السلام نشانه و یادداشتی برای عبرت تا حال باقی است در سعودی. چطوری که گفتیم از مدینه منوره تقریبا 300 یا اینکه 215-250 کیلومتر دور است. مؤمنان و صالح علیه السلام به فلسطین سفر کردند، در منطقه رمله زندگی میکردند و بعد از چند سالهای دیگر صالح علیه السلام و اهلش به مکه مکرمه سفر کردند، از آنجا به حضرموت که جای اجدادانش است، جای پدرانش است. و بعضی علما میگویند در عمر 58 سالگی صالح علیه السلام وفات کرد. صالح علیه السلام را در حضرموت دفن کردند. قوم صالح علیه السلام مؤمنان بودند، ولی بعد از گذشتن سالهای زیاد باز در بین آنها بتپرستی و گمراهی شروع شد. قوم صالح علیه السلام به قبیله به هر طرف تقسیم شدند. بعضیشان به عراق، بعضیشان به شام و همین طور عرب ها، یعنی قوم صالح علیه السلام عرب ها هستند، به هر طرف جزیره عرب تقسیم شدند. شرک در بین آنها جاری شد. عرب ها مشرک شدند، بار دیگر مشرک شدند. الله متعال به آنها پیغمبری را روان کرد. آن پیغمبر را پدر پیغمبران می‌نامند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.